بابا مونده نباشی. زنده باشی پیشی بابا جون. بابا چه هم بیاردم شما. خیر بی. پا کردی جور. بابا دیگه چیکار کجا بگذارم بابا؟ همین که پا بگذار دیگه. همین که پرم پاک کنم. چای بخوری. دادا شما چه میگم این جور عدل بیاریم پاک کنی. یه ندیم بابا اون لقمه چای بیاردیم. چای بخوریم با شروع کنیم کار کن. من نشونم تمام شه. بگیریم بابا. بابا سفره نبود بابا. نه بابا دیگه نداشتیم بخونم. نه گفتم بازار هم تکمیل اجرا را خواستم میرم سفره خوبه. دیگه سفره ندادم دست نه. میخندیم بابا. همینا نمیتونی تک پلاستیکی کنی. تک حساب ببینی. خب نه بابا دیگه تک کسی بیتره بود کی تک پلاستیکی کرد. نگو. نورولا با کجاه؟ با خونه بود بابا. چیکار میکرد؟ همین تیچی پا درست کشیده بود یک تلویزیون نگاه میکرد. تلویزیون نگاه میکرد؟ نگاه میکردم میخندم و گپ میزدم. نگو. هم یک کار کن 100 کار بیارده. خب چیکار کنم؟ یا برو با خاله خوب بگو یا با خود نورولا. خوب برو در. نه ما با خوش شدن خود میفهمه نه با منو خوردن خود میفهمه نه ما به زندگی خود. آن 45 روز میشه تو بیا میدونی به این خونه و به زندگی امریکا که دیگه تو بکی دیگه. تو بکی دیگه تو جمع کنو. بابا فکر جای بخورد و فکر سرای زندگی مگه خاک بخورد دیگه. بابا حالا شما میگین که برو از اونا بگو که مثلا برای نهات خونه بگردیم. اونا از ایران بیامدن خدا بدن اینجا خونه بگیرن نگیرن. یعنی تو تا که دیگه تا قیامت میشه اونا جمع کنو. و دیگه بابا یکی هم بعده که من برم به اونا بگم که هیچ بدی نداره بابا جو. هیچ بدی نداره. پوسکنده برای نگو که مسئله میره قمپیار نمیتو گفته. شما حالا میگه بابا که بریم از اونا جواب دیم بابا بیتم کنه میشه بریم از امرو جواب دیم که بیریشین هستن. خب چه پتا که بابا جان نگو چه کار فلانه. یا خوب شدن مامانی یا نون خوردن بابا شما خود شما نمیفهمید من از بیجه شما به خونه موقع خواهم میشین با پشت بون. خب من نمیبینی الله میفهم چه خیلی میشی دیگه چه جواب نمیدم اینو. من نمیفهم بابا مو که دست مادر تو دیوانه شدم. شما راست میگید همه خوراک منه تو مادک منه. شما راست میگید اگه خود برات خونه میپال هن 45 شب میشه و خونه ما خب برام خود جمعه خب برام بگردم برو نصف جواب ده بابا جان دیگه از این ساعت دیگه من اصلا زندگی کار ندارم زندگی رو. بابا سعی کنیم شما یک راه میسنجیم بفهمیدین. راه همینه نمیتونم بعد بابا جان راه همینه سعی کن که چی میگم راه همینه که صفر برو جواب ده. سعی کنین چی میگم من بگو چی میگی؟ من کلوم نمیشه بزنم تو که اسرا بیریشین. غلای که دیگه میرن گیلک میفهمم سعودیه از بیعقلی خصوصی سنتیکاج رو میره بابا. گاهی شاید دیده باشین. آدم دیوونه نمیفهم میرم گوشا گیلک خوب پر میکنم که برام برای اینا بگم. خوب خیر کار میکنم خیر دیگه. چای میخورم بابا من گوشت نمیادم از سرا. من سرا چای نخوردی؟ نه. دل جام باشم جام. واسه کنم. امروز داشتم میگم از سرا بیریشم. یا نگی کاره کردی که ایت جایزم با تو میدم. جان. باشه و پیش مدرو اون صاحب خونه یکی نزنگ میزنه چه کارش پولا حواله شد نشد من کار دارم سرا من چه کار فلان بسمدانه فکر میکنم ما هم نمیفهمیم. اگه من میفهم وجود یک پول بیرون نداره اگه پول میدیشته بابا خبر میدیش میآورد اگه پول والی سرا میدیشت همون جی میستاد از سرا بیرون نمیشد پول کاخ که میستاد نق میکرد از سرا مرده که بیرون میشد. اینا هم فیلم بابا ولی رد کردم فهمیدی؟ حالا بیان اینجا تا سر ما بدبخت بیچاره خودی هم میفهمه که ما گوشتگی موشا خونیم و دورو میره هیچی به خونه داره پا خدا راست که هنوز داشون تلویزیون نگاه میکنه و میخنده فکر نمیکنه که بغیر از چی از دیگه هم این خونه کسی هست. بابا جان اما در فکر نمیکنه یک باجه دیگه هم دارم بزو قلی بالا برام قلی بالا دیگه تو 45 شب میشه جمع کردم بس دیگه کجی به چی دیگه صبح به صبح سر شیر مایه تو خوب گوش کرد بابا شکم امیدم شکم بده سر نیست سر شیر روز اول برای گفتم اینا به در کاسرا گفتم چی شما نه بابا اسکه پالش که پیشنم خود باجه خوب بفهمید این هم دست مادرتونه اگه مادرتونه میگفت اگه اینا راه نمیدادم مثلا خونه زندگی خوب چی میگیم بابا چی میگیم؟ چه کو یک
فقط پوسکنده اگه بخونه ما میشینم یا بجا میشم بشین خالی خوب بگم فقط 15,000 20,000 بره بذار روغن برنج حساب کتاب بسونه بیار بدون خونه بگذاره تو همینا خلاص شد با که خلاص با ما میسونم به می رقم زندگی کنیم اگه میشه اگه نمیشه فقط به گیلک یاد میگی اگه خودت میری سیف و جواب ده دیگه تا به کی دیگه بابا مشکل ندارم تو میرم جواب میدم برو جواب ده رقم میتونی دل جمع باش شما میگم اصلا بیریشم با خدا بگید اگه چیزایی نگو گیلک مقبول میگه اما برای اینا میگه از بیشتر دیگه من حساب نمونده خلاصه با تو بگم وقت دیگه هم یک ساعت چای میشی وقت برو دیگه اول امرو نون پخته است بیجام تو بوده بگیریم بابا وقت برو وقت بده هر کار میکنی امرو جواب ده بده خب بابا دل جمع شمال لال زار باشه به من چی آخ زمستانش بهار باشه به من چی ای ای نازنینا خدا قسمت کنه ای رو ببینا ای گیلک اشتنی شنه جان جوره شکر چیگه پای علف داره میکنی ها خیلی خورمه ای خیلی خورمه ای نه خوب سخته باشه چه؟ زمین ها خوکا سخته فکر زمین خاکا سخت من اینجا سخت نیام همین شما شیشتم بولی علفاش اشته تو کو علف تو بخی همین علف نیه کوکه هانه نصف چینگه منه نصف چی میکنه گله جسه که تو چند کلمی گفت بگیم فهمیدی؟ بگو گله راستی بابا گفت تکسو با ما چای بیار من عیاد ما برم بیام با بردم دل جمع باش چای ببوده بابا با بردم وقت چای بون لقمه چای همونجا بخوردم گله بابا من ری کرد بفهمیدی؟ گفت تک برو به گیلک بگو کمی باجی مفخورمه یعنی 40-45 شهر میشه از ایران بیاماده از دروغ میگه ما برای سرای میگردم ایتنه اوتنه شب هم میفهمیم اون نفر زنگ میزه میگه چکاش کوله حوالا شد یا نه اینا همه فیلمه لیلا آفرین راستاشون پای انگای درست کشیده تلویزیون نگاه میکنم میگه و میخنده گفتم من نون مفت ندارم که باشه کام از اینا کنم میفهمن کمی آدم غریبیه همین آدم بدبختیه بیام تا سر از اینجا خود میمون کرده میمون یک شب دو شب سه شب نه که 45 تو اینجا پاک درست کش بخور خوش بخور خوش tak برو بگی لک بگو به سرا بره امیت مستقیم پوسکنده بزنا بگه امرو تا شب بشی که تا سر رو میزنی فکر چی میگم مال گفت با نه یک سر تو گفت زنه با بگی نفهمیدم میشنم بفهمیدی امیت پوسکنده برای نبگه که سرا تا شم دیوشید اون باجی برای بخونی باجی گرمه بابا میگم یک باجی دیگه هم داره چرا بخونی از اینا نمیرم بله بالا آفرین همین مقبول پوست کنده بگم تا شما سرای میگیشید اگر از سرای میگردین برای خود سرای پیدا کنید اگر از سرا نین برای مخونی باجی پیاد اینو خیلی دی مرزی هم دیگه دی مرزی هم دیگه یک شو گفته دو شو گفته دیگه جانیه که سرا مخونی مال بابا من شو کله رو بگرفتم اونا بالا سر خلوشن میکنم او زنشی یک کلر مایه کجی خود کله گنده خود یک کلر مایه من دیشب بالا گوی خونی گوا خواه بیدم گفتم بالا گوی خونی گوا برم که شمال تره من بیجه یا بالی بوم خواه تو هم بالا خونی مرغا بیدی کو یا خونی مرغا یا بالی بوم بخی اماله اماله بول مستقیم بگو اثر ما بیریشی شهر معیانه داری تو بگم بودم بیاد نکو دیگه مرده کرد همین تو مستقیم قصر ما بریم دیگه اگه باید خونه پالیم باید خونه پالیم که ما دیگه نون نداریم خب بدره و علف بدره که باشه که ما شما کنیم ادرف بدره که گساله گوش نیه تو از صبح بیامونم اینو داره نمیبینی نسبه فرغونه چیشاتو نابینایه با جنگ جنجال چیز نکنی نه بدره و ببر به گساله آن تو میتونه بسه که با کفت اندازه خود خوب بدره بی که بوتونی برده خب برو وقتی دیگه برو دره میکنم برو اگه گیلک اگه بتونه شما رو جواب ده دل جمع باشید اون گیلک بگفت تا شما از سرا میرم اونا بیاب کنه که چی بگه
کجا میری گیلا؟ اشتن جان جوره خیلی خیلیت جان جوره پیاده هستی کجا بدی؟ چک بدم ما به سر سبستا با گساله خود سبس میدریدم خب عباس بیامد به ما بگفتن گفتن برو نیلیلا بگو که با خاله ما بگو یا به نیلیلا بگو برادر شما شهر معیانه داریم شما چی رقم آدم ها بینید چرا ما چکار این چیزه این اوتل مدرتونه بیلی شما سلام ما بریم ما زندگی ما بخوری شما ما چی رو چپاول کردیم عباس میتو گو گردن به من نگه لنگ ما دروغ بگه یک دروغ میگی تو عباس کی میکاپه میزنه باجی کی میکاپه میزنه شب تا پیش خود بگی کی ما به گساله خونه برسای که به گساله علف میدریدم سبس میدریدم عباس بیا ما تکبر بزنم بگو که بیریشه عباس بیامد به تو بگو خودت بیامدی به من میگی که یعنی ما بیرون شیم خب به عباس کی گفته کی به عباس کی گفته دیگه نه بابا ما به عباس وصیت کرده خب عباس گفته بابا ما تو انگار که بابا منی تو سیکو نه تو انگار که شو مادر منی که بابا بشی تو اعمال گپ زدن خور یاد نداری که چی بگی پیش خود کو گپ راست میگم اینجا تو با هتل ما دیگه سر گپ ما فنادی باجه بی باجه داری پیار بشی دیگه تو خود زبون نداره که من دیشب از اول کی بالا خود خربیدم خواه بیدی دیگه این وقتا یک دم میشه دیگه گیلا ای گپار تو پیش خود خودیار کردی باجه میج وقتی گپ نمیزنه عباس هم شاید دروغ بگه که عباس نامده باشه به گپ نزده باشه من چی عقل کمال ندارم من چی بی عقل کمالم من چی میفهم بیام تو یاد دام سگو گیلا ما با تو یک چیزی میگم با تو یک دایی میگم راست بگو که عباس تو چی گفت بده نقدی نقدی میدم با شرط حقیقت بگی خوبه ای بیستی کو خودیار دو تا دایی بشه بگو هیچی گیلک بیامد به پیش میگفتن عباس آمد چی؟ عباس آمد به پیش تو آها او آمدن خب گفتن برو به نیلولا بگو که برادر ما زندگی ما رو بخوردین شما انا یه رنگ گپ اوله تو بگو که ما بفهم انا السلام بیریشیم بریم خوب به فکر بریم آها بریم گو بقله بالا به سلام باجی خوب بقله بالا ما نون خوردن خور نداریم انا ما گشنگی موشا خونه ما مال دیمورو میده انا چیزه بریم بخور دروغ ایران مشون چه کار فلانه سگو گیلک جو مار کربه گرفتم رد کردم پولا ما به اونجی بمونده من برای خورزادی خم بگفتم که می پولا مر بگیر دوتر ری کن هر دم می خورزادی من صبح یا پس صبح یا 4 روز بعد یا 5 روز بعد این پولا مر بگیره ری کنم من یک دقیقه دیگه بخونه شما نمیشینم که پیار تو پر سر میگیره شروع کرده به طبقه گفتن این کارا خوبیت نداره با جدری ما پچی شو زنده باش مرتکم یا یک مد دو مد 5 مد یک سال مثل که میگم پر سر کاسی نمیزنه اول سعی میکنیم یا به 40 روز یا به 45 روز شما مال شروع کنیم به طبقه گفتن این کار خوب کرده خدا تو سکو میای مثل لنگا خود مثل بیوزنا بری دراز میکشی این دیگه فیلم سی میکنی این دیگه سینما نانه تو نه خب من مهاجرم من رد مرزی هم من اگه خونه میدیشم چرا به خونه شما میامدم باشه من به خونه تیار کنم دیگه یک دقیقه به 4 طرف شما نمیاد خب ما این دیگه با تا خونه بر میرسن که تو میای لنگا خود مثل مرغ چه کار کنم مثل مرغ بری دراز میکشی آقا تو صاحب پاول که وقتی که پول به دست ما نباشه من چیکار کنم حداقل اگه میای که تو بابا ما 4 روز مر نمایه ما عباس دی تا بچه یعنی چه کار کنم مر نمایه ما کار نکنی به خدا نیم صد مر نمایه بیا زحمت کش کمر خوبش که میگه بلز کلنز باقا وقت او داری که بابا ما ترماست باشه خود کله گنده که فقط میگی پینا دو میدون مرغ جنگیه سرگی ایتا میرتون یا ایتا من چی خبر دارم تو هم مقدار عقل کمال نداری که اپیل طرف بیامدی تو خیلی دیگه از ایران بخون بچه تا کجیره یک سنه صبح بسو بگه سرشیر بده سرشیره که ناله اینا رو عمر با 50 خو اول شیرا بر میدارن سگو چی بگو برو به پیار خو بگو تا پولا از ایران اولا نشه جای میجه گم دیگه جا نمیره خلاص گپم با تو بگو خوبه اگر دروغ هم بگفتی پست تو باز میکنم با تو مگیر میکنم خب بابا بچه خب بگو سال با سرشیر می البته خونه نانه تو کجا سرشیر ما یه روز مادر تو میاره با کجا بگو سرشیر مادر میاره شما باید میمون عزت احترام کنیم یا بیرقم مادر کنیم بس فقط تو اینجا باجی مینی اگه باجی من با تو بگو اگه دروغ گفتی بدی ما خود نگار میشیم کجا میبری بابا؟ پیشگیلک چی؟ پیشگیلک برو 5 دقیقه اختلاط کنم بابا دخشونم به سرم رنگ مار بابا نمایم که ببینم تو با من بری به پیش اینو بری چری بابا ما چیکار کردیم رنگ بابا نمایم ببینم میفهمی چه کاره؟ چه کاری؟
اصلا حال همیت شرایطی هست که باجه‌داری هم نمونده، قومداری هم نمونده. برادری نمونده بابا، شما باجه‌داری گپ می‌زنی. این شرایط طالع ابرا رو دنگ آدم فایده نباشه آدم نمون. راست میگی. خوب باجه‌داری. چی بیا اومده چی گیلک به من چی میگه؟ چی میگه؟ میگه عباس بیا اومده به ما گفته سویچ پر اینا رو جواب ده سرا. مبارک باشه. گوش کش تو. خوبه. از چیش مدینه هر کاری میای خوب. با عباس کی گفته؟ باجی ما گفته. تو برو برای گیلک بگو که گیلک سعودی نمیفهمه که مستقیم اینا جواب ده. بیا اومده گیلک به ما چی میگه؟ با خود که فکر جای بکنه شما 45 روز اینجا قرار دیدیم ما میخوریم و تلویزیون سعی میکنیم هیچ کاری هم دست شما ساخته نیه. بخاطر برای کار خوبه. عاد سویچ گیلک امروز ما جواب کرد. که به سر سفره کاسه میشینین که نون بخوری ماما نوروز میره سفره کاسه خود که سیوا میکنه نمیای خودی ما نمیشینه. همین مردم قدیم راست میگفتم تو بو جنبو لب را که ما بفهم گب را حالا کم اینا میده خود خورد ما به سر سفره خود دور میکنن که ما دوم به خیریت شدیم بکنیم که باید بیای بابا اینا ما نباستن گردن و بعد یک هفته ما بخونی از اینا دیدیم روز بروز پینه خودتوریش کردن روز بروز خودی ما به دخلیقی کردم چای خیلی به ما صبح میارم چای خیلی میشا خونی نداشته گلی بس میره یک چی به چه دیوار از اینا نیایی گده و جلو ما کشکی با مردم ایران که میامدیم با خود فکر جایی میکردیم بابا جو این نت از اینا را به سر مانیم اگه من پولام همیتا بند نمیشد اگه من چرا بزی جنجال خود از اینا بفتدی با یک دیگه من به تو بگم با بر بکو که تو پولام نه ما از میجی تکون نمیخورم باشه هر چی ما پیر بچه بگم تو میگی لاک که خودم میکله گنده خو همی به من تبرخه میگه بچه تو صبح سرشیر ما یک کاسه مگاری بیاری به پیش بگذاری لو که اینجا گلک دیونر بگیره خودی کلون تو عمری کلون شو به نو خوشکه خب اگه کجی بچی ما میتونه دنیا 15 سال به ایران خامه خود پنیر خود دیگه به شما بگم نمیفهم چی خود اصل خود فلان خود اون رو خوبه کاکاگینی کلون باره بابا بیا باره بسارو برم از تن دیگه پیش از این بیار بچه خوردن شون ندیم نه بابا نه اینجا نکنی بگذاریم اینا با خود خوبه قداری کجا بری تو به پیش نمیری چیکار میکنی باز یک چیزی هم باید تو بگم بابا باره بسارو بیا که بره که تنه و عطار به شونای نرسه آره تو هم آده بسته مبری با جواب میدم خواهی به چی پیار خونه جواب ده سیکو کجیر بابا بله خود این آقال مقال نکنی که در روز دیگه هم خور طلب کنی میبینی جا نداره نه بابا دیر جا با چی مگو که بگه ماچین گرم و گده سیدالا که که تیمانه بابا میگه جا ما تو نو هر چی میگم خیر غمی نداره حاله تا می پولا ما بیایه